بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز چینل یوتیوب با من حمیدالله فروشنجی هستم. از یک برنامه و یک گزارش خاص دیگه در خدمت شما. امروز در هرات یک جوان هراتی یک شاهکار کرده، یک موتر ساخته و امروز آوردن به ریاست اطلاعات و فرهنگ برای اولین بار رونمایی شد از این موتر. مسئولین اطلاعات و فرهنگ و هم شهروندان هرات آمدن که از این موتر دیدن کنن. ما هم آمدیم با این دوست ما، با این برادری که موتر ساخته، با اینا صحبت میکنیم، با دوستایی که اینجا هستن این موتر رو برای شما به تصویر میکشیم. پس تا آخر برنامه همراه ما باش. به نام خداوند بخشاینده مهربان، الحمدلله که بار دیگر ما شاهد افتخار آفرینی و درخشش یکی از جوانان ما در ولایت هرات شدیم. جوانی به نام روح الله جان که در ظرف 6 ماه با توجه به امکانات محدود و ناچیزی که دارند توانستند یک موتری را جور بکنند و چنانچه که شما در تصویر میبینید یکی از دستاوردهای یکی از جوانای ما در ولایت هرات به شمار میره. برای حمایت بیشتر آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ به طور خصوص و در مجموع خصوصا ریاست محترم اطلاعات فرهنگ بدون شک در قسمت حمایت و پشتیبانی همه جانبه تمام جوانان آن طوری که در توانشان باشه در خدمت هستند. هر جوانی که هر ابتکاری داشته باشه، هر دستاورد داشته باشه، بدون شک ما قدردان آنها هستیم، از آنها تشکری میکنیم به خاطر اینکه در جهت غنیسازی و پیشرفت جامعه خود تلاش میکنند و در این حال آنچه که در توان ما باشه برای بهبود وضعیت آنها و برای اینکه گامی بهتر و مثبت و مؤثرتری را بردارند در خدمت آنها هستیم. دوستان نازنین، امروز در هرات یک موتر ساخته شده. یک جوان هراتی یک موتر خیلی مقبول ساخته. در خدمت از اونها هستیم. بیاین که بیشتر با اینا معرفی بشیم و ببینیم که چیکار کردن. سلام، وقت شما بخیر. سلام. سلامت باشین. نام مبارک شما؟ روح عزیزی است. جناب عزیز بزرگوار، اولا که به شما تبریک میگیم بابت ساخت موتری که ساختیم. بیایم در رابطه با موتر خودش ما صحبت میکنیم. چند وقت میشه با این موتر کار کردید؟ روی از این موتر مدت 4 ماه میشه. 4 ماه کار کردیم. اصلیت از کدوم ولسوالی یا اصلیت از ولسوالی کشککانه. رشته تحصیلی شما در چه رشته؟ رشته تحصیلی من انجینری بود مدت 2 سال. بخوندم بعد چی باعث شد شما ایده به ذهن شما برسه که موتر بسازید؟ دیگه از خردکی علاقه داشتم کمی موتر بسازید. خود از خردکی و موترهای پلاستیکی شوخی میکردید، بازی میکردید تا بالاخره اصلی رو به خوب ساختید. چند هزینه شد؟ 5,30,000 افغانی. 5,30,000 افغانی. چه قطعات بازی استفاده کردین؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ قطعات از این کلا از آهن و ورق اینا خود ما خریداری کردیم، خود ما باید بساختیم. تمام ماشین از این از دیگه جا خریداری کردیم. چی ویژگی داره؟ ویژگی از اینه که کلا به سرکا خامه آفرود اینا راحت میره. بله. این اگر بخوایم بفروشیم، شما خواستیم فروش بگذاریم، چند قیمت گذاری کرده؟ فعلا به فکر فروش از این نشده. فکر فروش از این نشده. برای آینده چه برنامه ها داریم؟ برای آینده ان شاء الله که اگر دولت ما حمایت کنه، ما کمک کنم از این بهترای میتونیم بسازیم. طرح دیزاین چیزی هم بزن؟ بله، طرح دیزاین دیگه هم بزن دارم که اگر دولت حمایت کنه حتی موتورای بسازم که به نظام کار کنه. بله، بسیار عالی. جوانهای هرات چی هست؟ ایام چی گفتنی داری به جوانها؟ گفتنی خاص ندارم. جوانها باید تشویق شن، جوانها باید حمایت شن که همچون چیزایی بتونن بسازن. چی خواسته دارین از دولت و ملت هرات؟ دیگه خواسته ندارم، ما حمایت کنم، ما تشویق کنم که بتونیم از این بهترای بسازیم. سلامت باشین، ان شاء الله که موفق باشین. بازم به شما تبریک میگم. امیدوارم که دستاوردهای جدیدتر و بهتری از شما داشته باشید. دوستای نازنین، همراه ما باشین. ما با بینندهایی که اینجا هستن، دوستایی که اومدن ببینم نظریات از اونها رو میگیریم در رابطه با ساخت موتر.
دوستان ناظرین، در کنار یک تن از جوانای سابق هرات هستیم. ما پیرمرد نمیگیم، جوانای سابق هرات هستیم. در نخست اگه خود برای ما و بینندگان عزیز معرفی کنید. من خودم عبدالخالق همایی، تشکر جناب همایس بزرگوار، کارمند سابق اطلاعات فرهنگ و فعلا هم همکار. بله، همونطور که گفتم یک از جوانای سابق هرات هستند و کارمند ریاست اطلاعات فرهنگ. جناب همایس بزرگوار، نظر شما در رابطه با ساخت این موتر چی هست؟ این یک بشارت خوبی برای رشد استعدادهای جوانای هرات و افغانستان و اگر از این پشتیبانیش همیشه همه جوانا یعنی آماده میشن که هم استعدادهای خود به کار بیاندازن و خلاقیت داشته باشن و چیزهای نوی بسازن. بله، بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. دوستان ناظرین، در کنار یک تن از شهروندان هرات هستیم. اجماع جان، اگر اول خود معرفی کنید برای ما. اسم ما مولا بهاءالدین مشهور به اولسوال. جناب اولسوال صاحب بزرگوار، نظر شما در رابطه به ساخت همچین موتورها در افغانستان چی هست؟ نظر خود شخصی، بله، یعنی از که بهترین کاری که فعلا می دستاب کرده به می کار همین موتر مثلا جور کرده به وسیله خود خو، به پول خود خو، به کار شخصی خود خو. این به ما مردم افغانستان یک جای افتخاریه، یعنی این افتخاری هست که به اصطلاح به سر جهان ما اعلان میکنه که بهترین افتخاری. سلامت باشیم. نظر در رابطه با ساخت این موتورها اینا چه تاثیراتی میتونه برای روحیه جوان‌ها، برای کار و استعداد جوان‌ها داشته باشه؟ هستن خود ازم ساخت ازم خود بهترین ساخته هست، به اصطلاح روحیه ازم بهترین روحیه هست، به اصطلاح کار ازم بهترین کاری هست. به جوانا به اصطلاح ما تشویق میکنیم که به اصطلاح شاگرد کار کنه، همین از روی ازی بهترترین دیگه جور کنه. این خدا فرضاً حال فرضاً یک موتر بود ازی که دیگه موترها موافق جور کنه، به شرط ازی که ما مردم تجارای افغانستان، تجارای مردم هرات، رؤسای مردم هرات به اصطلاح یک کمک همکاری در چوکی به زینا بند. بله، سلامت باشید. تشکر از این. تشکر، خوشحال هستم. دوستان ناظرین، همراه ما باشیم، با دیگر دوستان هم صحبت میکنیم. بریم موتور بشینیم. فیزی Good.